رهبر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان از جزئیات نشست بریوسل خبر داده گفت که جانب تاجیکستان در مورد حوادث اخیر کشور از جمله ممنوعیت حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان گزارش خواهد داد. هدایت بیشچیویچ رهبر نمایندگی اتحادیه اروپا در دوشنبه امروز 11 فوریه در نشست خبری گفت امیدوار مقامات دوشنبه در رابطه با مسائل رعایت حقوق بشر، پلورالیسم، آزادی بیان، ممنوعیت حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان، تروریستی اعلان شدنیان و بازداشت فعالان این حزب صحبت خواهند کرد. او در مورد احتمال جاری کردن تحریم علیه تاجیکستان در حالی که طرف تاجیکستان نتواند این سازمان را در زمینه‌های آزادی و حقوق بشر قانع کند گفت: از حالا چیزی گفتن زود است، تنها باید انتظار شد که نشست شورای همکاری بیان تاجیکستان و اتحادیه اروپا چگونه صورت میگیرد. بیشچیویچ نسبت به وضعیت کشور از جمله موارد نقض حقوق بشر، سرکوب مخالفان و محدودیت آزادی بیان و غیره قید کرد. از آنکه در تاجیکستان و منطقه چه میگذرد ما در جریان هستیم. قرار است نشست شورای همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان در مورد حوادث اخیر این کشور از جمله مسائل مربوط به حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان در بریوسل پایتخت بلژیک در تاریخ 16 فوریه برگزار شود و سیراجی نسلف وزیر امور خارجه تاجیکستان در این نشست طرف تاجیکستان را نمایندگی کند. فیض‌نیسا واحد و حقوق‌شناس معروف تاجیک که چند پیش با دعوت اتحادیه اروپا به بریوسل رفته با نمایندگان این اتحاد دیدارها و گفتگوها انجام داده بود گفته بود: سفیر اتحادیه اروپا عید به آسیای میانه میگوید در نشست آخرین در قزاقستان درباره وضعیت‌های اخیر کشورمان بعضی خواهش و درخواست‌ها و پیشنهادها به طرف تاجیکستان بودند اما هیچ نتیجه نداد. بنابراین من بعد موقع خود را جدی‌تر نموده در حالت پیش آمدن ضرورت تحریم جاری می‌کند.